O نگاه imom, کن. salom من alaykum. امام. O imom, salom alaykum. علیکم سلام. چی حال داری؟ کارهایت خوب است؟ خدا را شکر خوب. چرا ایستاده اید؟ بیایید به اینجا درآییم. میلش به همین جا بیا دوستم. شما مرا انتظار کردید. پیش کردم نمیآید. برادران عزیزم، به زودی وقت افطار می شود. اجازه دهید تا برای افطار چیزی بیاورم. مادر به من ماشینچه خرید. پسرم، برای من کمی مشکل است. صبر کن، بعدا اون رو میخرم اگر الله راضی باشد. مادر جان، این تر باشد سه یا بانان خرید. التماس. در این حالت من میخواستم همه پولهایم را برآورده دهم و حتی زیادتر از آن، تا که خواسته های این کودک بیگناه را برآورده کنم. یا الله، نیست دستی خیر خواهی جز دستی تو. چیزی دیگری میخواهید؟ نه، تشکر. پسر جان، به نزد من بیا. السلام علیکم خواهرم. علیکم سلام. من از شما کمی دورتر بودم و ناگهان سخنهای شما و پسرتان را شنیدم آمد و از سخنهای پسرتان دلم تأثیر کرد و خواستم تا پسرتان را خوشحال کنم. لطفاً این را از برای الله قبول فرمایید. نه برادر، شما چی ها میگویید؟ لازم نیست. الحمدلله همه چیز را داریم. خواهرم، مرا از خیر محروم نسازید. الله کسانی را که به مردم خیر خواهند دوست می‌دارد. تشکر زیاد. خدا از شما راضی باشد. السلام علیکم. علیکم سلام. دوستم چرا دیر کردی؟ همین طور شد. خیر هیچ گپ نیست. بیایید بگیرید با اشتهایتان. تشکر برای افطارتان. خداوند عمرتان را دراز کند. بارک الله. بارک الله به شما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران، چطور این دین زیباست؟ دین اسلام دین است که آغاز می‌یابد از خیر و سخاوت، همدیگر فهمی و مهر و شفقت که آن را طبیعت مسلمان نام می‌برد. برادران و خواهران، از شما خواهش دارم که خوبی بکنید تا آن وقتی که می‌توانید، زیرا فراموش نسازید که شربت مرگ را هر یک ما چشیده‌ایم و تنها همین خوبی‌هایمان ما را در روز قیامت مدد رسان می‌شود. الحمدلله رب العالمین.